ولی شما نمیرین زیر خاک بگندین. یه قانونی هست در فیزیک، Energy Conservation Law، اصل بقای انرژی. هیچ مقدار انرژی نمیتونه نیست بشه. انرژی یا ترانسفر میشه، منتقل میشه، یا ترانسفورم میشه، تبدیل میشه، ولی انرژی نمیتونه از بین بره. مقدار کل انرژی در جهان مقداری است ثابت. این اصل فیزیکی است. تا وقتی یک نفر زنده است و میبینیم که امواج بایوفوتونیک داره، حوزه‌های الکترومگنتیک داره، انرژی‌های زیستی درش جاریه، تا زنده است اینا هستن. بعد که طرف میمیره ایست قلبی میکنه، میان گواهی فوتش رو صادر میکنن. اگه اون جنازه رو بذاریم پشت این دستگاه‌ها، هیچ کدوم از اون انرژی‌ها دیگه اونجا وجود ندارند. بعد میگیم خب مرد دیگه، تموم شد. نه تموم نمیشه، نمیتونه تموم شه. شما نمیتونین بمیرین. ممکنه شما تغییر وضعیت بدین، ترانسفر بشین، به سطح دیگه از واقعیت صعود کنید. ممکنه ترانسفورم بشین، تغییر حالت پیدا کنین. مرگ پایان هستی نیست. یاد یه جمله زیبایی میافتم از جبران، خلیل جبران، میگه که بگذار زمین باز ستاند آنچه را که از آن اوست، چرا که من آدمی هیچ پایانی ندارم.